امروز با کمک چت جی پی تی میخوایم غذا درست کنیم. من ازش پرسیدم که چجوری میگو دو پیازه درست کنم، چند تا راه حل خیلی باحالم داد. حالا بیایم با هم دیگه یه میگو دو پیازه با کمک چت جی پی تی درست کنیم. این میگوها رو نکته اولی که گفت بچه‌ها این که میگوها رو باید با آب لیمو و نمک بشوریم. مثلا توی آب باید اینطوری باشه تا اون بوی بدش تقریبا گرفته میشه. خب بریم این آبش خالی کنیم. خب مواد لازمو که گفته چت جی پی تی، زعفران رو دم کرده، پیاز، سیر، ادویه، زردچوبه، فلفل سیاه، نمک و فلفل قرمز، چون دوست داریم خیلی تند باشه. و گفتش اگر که دوست دارین میتونین یک کوچولو رب هم اضافه کنین. حالا بریم ببینیم چی میشه. این گفته دارچین هم بزن، ولی خب دارچین دوست نداریم. اینجا کره رو میریزیم، پیاز رو اضافه میکنیم که کاراملی بشه. بعدش سیر رو رنده میکنیم. هرچی سیر بیشتر خوشمزه تر. خب داریم قشنگ ذره ذره مو به مو با کمک چت جی پی تی میریم جلو. هیچ جا نه اضافه نه چی، نه اضافه تر. که پیاز کاراملی میشه، سیر رو رنده میکنیم. از این یک کوچولو دیگه بیشتر بمونه. حالا میخوایم سیر رو اضافه کنیم. چون سیر زود پخته میشه دیگه چت جی پی تی گفته بود که بایستید بچه ها آب لیمو وقتی سیر رو که اضافه کردیم، بعدش میگوی که از قبل شستیم با آب لیمو و نمک رو اضافه میکنیم. میگوی که از قبل سیر کردیم. نکته ای که چت جی پی تی گفته بود اینه که میگو رو نباید بیشتر از 7-8 دقیقه بمونه روی گاز توی قابلمه، توی مایتابه، تو روغن، تو پیاز. آره، چون حالت سفت و لاستیکی طور میگیره. پس ما الان سریعتر دیگه زیرش رو زیاد میکنیم، مواد رو بهش اضافه میکنیم. زعفرون رو گفتش که با آب لیمو بذارید دم بکشه. آب لیمو منم یخ زدم که قشنگ رنگش در بیاد. زعفرون رو اضافه کنید. یاد چی افتادم؟ بفرمایید شام. ادویه ها رو میخوام اضافه کنم. چه بویی. کاش در آینده مثلا یه چیزی بیاد بورم بشه پخش کرد، نه؟ رو بزنم. من همون فکر این الان یک قاشق و نیم باشه دیگه. به بیا رنگو بگیر. خب این برنج ما دم کشیده کامل. فکر میکنم دیگه 7-8 دقیقه شدش این میگواد که کار جمع. یه دونه بخورم. داغه. تو باید بری عصر جدید. عالیه. فقط ما یه چیزی اضافه تر ریختیم، اونم روغن زیتون بود، چون که خیلی عطر خوبی میده. اصل داستان باید همیشه باشه سیر خورشتمون. خیلی خوشمزه شد. دوستتون دارم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بازم از این ویدیو اگه دوست داشته باشین میذارم. همین گرمه.